عجب جای این ترور قرار گذاشته، هرچی میرم نمیرسم، کلا بیرون شهره. بچه‌ها سلام، قراره بریم با ترور نقشه یه سرقت رو بکشیم. اونم چی؟ سرقت از بانک. قراره با همدیگه بانک مرکزی شهر رو سرقت کنیم. الانم قراره با همدیگه در مورد سرقت و وسایلی که لازم داریم صحبت کنیم. سلام ترور. سلام فرانکی، چطوری؟ میگم اینجا رو راحت پیدا کردی؟ آره ولی خب چند دقیقه‌ای هست تو راه هستم. خب یه جای دیگه قرار میذاشتی. گفتم یه موقع کسی حرفمون رو میشنوه، اینجا بهتره، فضای بازه. خب حالا باید چیکار کنیم ترور؟ نقشت چیه؟ بریم ما برای سرقت بانک به اسلحه و ماسک و یه ماشین خیلی پرسرعت هم احتیاج داریم. خب اینا که حله، من همشو اوکی میکنم. میگم برای ورود به بانک چه نقشه‌ای داری؟ ببین فرانکی، من روشم تهاجمیه، همینجوری حمله میکنم و همه رو میکشم، بعدش هم پولای بانکو برمیداریم و فرار میکنیم. اینجوری که یه موقع گیر پلیسا میافتیم. من همیشه همینجوری سرقت میکنم، تو الان گیر نیافتادم. تو برو چیزایی که بهت گفتم و جور کن، بقیه چیزا با من، خیالت راحت. باشه ترور، من رفتم. بچه‌ها باید بریم این چیزایی که ترور خواست رو آماده کنیم، بعد بریم سراغ سرقت بانک. البته که ترور نقشه خاصی هم نکشید، مثل اینکه میخواد همینجوری به بانک حمله کنه، چون ترور رو دیگه همتون میشناسید، یه شخصیت وحشی و عصبانی داره. خیلی اوضاع خیته. حالا بریم این چیزایی که گفت جورشون بکنیم، بعد ببینیم چی میشه. خب بچه اولین چیزی که باید بگیریم یه چند تا اسلحه خوبه که بتونیم راحت باش بانکو سرقت کنیم، که یه اسلحه فروشی همین جلوتر هست که میریم هرچی لازم داریم و ازش میگیریم. تازه به غیر از خودمون باید برای ترور هم چند تا اسلحه بگیریم، برای خودمون هم بچه‌ها یه چند تا استیکی بمب هم اضافه میگیریم که اگه یه موقع لازم شد ازشون استفاده کنیم. سلام، خیلی خوش آمدی. خب بچه هرچی اسلحه لازم داشتیم و گرفتم. الان اومدم نزدیک ساحل، همون مغازه ماسک فروشی معروف، که یه ماسکم برای خودم بگیرم. ترورم که از این نقابا میزنه که دوزا میزنم، ولی من خودم دوست دارم که ماسک بزنم. خوبه. از این ماسکای سیلیکونی که کلی هم تنوع داره، بریم یکیشو انتخاب کنیم و برای ماموریت بخریمش. سلام آقا، خسته نباشید، ببخشید یه ماسک می‌خواستم. سلام آقا، بفرمایید، هر ماسکی میخواید انتخاب کنید. خب بچه‌ها به نظرتون کدومشون رو برداریم؟ این که یکم ترسناکه، اینا هم که شکل خوک هستن، اینا اسکلتی هن، این میمونه، اینا هم که میمونه، این دلقک چیه؟ اینا هم که جالب نیستن. به نظرم بچه‌ها همین اسکلتی از همشون، این اسکلتی نه اون یکی اسکلتی، به نظرم این یکی به نظرم از همشون جالب تر باشه. خب همین انتخاب کردیم، پولش هم که حساب کردیم، بریم سراغ کار بعدی. خب بچه‌ها کار بعدی و کار آخری که باید انجام بدیم خرید ماشینه، چون این ماشینی که داریم خیلی سرعتش بالا نیست. به خاطر همینم یه ماشین خیلی پرسرعت و خفن به سیمیون سفارش دادم که برام بیاره، که الانم داریم میریم ازش تحویل بگیریم. راستی بچه‌ها شما داخل کامنت‌ها بنویسید که بیشتر طرفدار سیمیون هستید یا لستر. من که خودم جفتشون رو دوست دارم. اوه حاجی برگام عجب ماشینی آورده. فکر کنم بچه‌ها خیلی سرعتش زیاد باشه. سلام بر سلطان کچل‌های دنیا. سلام فرانکلین، مگه نگفتم به من نگو کچل؟ ببخشید سیمیون، حواسم نبود. میگم ماشینی که سفارش داده بودم همینه دیگه؟ آره فرانکلین همینه، گفتی برای سرقت میخوام، گشتم پرسرعت ترین ماشین برات پیدا کردم. خوبه سیمیون، راستی پولش هم الان بهت نمیدم و چون ندارم، وقتی سرقتم انجام شد بهت پولشو میدم. باشه فرانکلین، اشکال نداره، بعدم که کارت تموم شد بیا یه ماموریت هم من بهت بدم. باشه سیمیون، حتما. من رفتم فعلا. بچه‌ها عجب ماشینیه، بریم سوارشیم ببینیم چه جوریه. چراغای جلو چقدر باحاله، کلا طراحی ماشین خیلی عجیب و باحاله. حتی چراغای عقبش هم بچه‌ها اگه دقت کنید یه طراحی عجیبی داره. حالا بریم یه دوری هم باهاش بزنیم ببینیم سرعتش چه جوریه، چون تمرکز ما سرعته. به خاطر اینکه می‌خوایم از دست پلیسا فرار کنیم باید سرعت خیلی زیادی داشته باشه تا بتونیم خیلی راحت از دست ماشینای پلیس فرار کنیم. A few moments later. خب فرانکلین آماده ای؟ میخوایم سرقت شروع کنیم. آره ترور، برو بریم. پس بیا دنبالم، من حمله میکنم تو هوای منو داشته باش. خودی که چی میگی این وسط؟ برو چرا ببینم. همتون برید به جهنم. ترور حالا این همه خشونت هم لازم نیست، مردم عادی رو چرا میکشی؟ هیچی نگو فرانکلین، دنبال من بیا، همین رو با گوشیاشون زنگ میزنم به اداره پلیس. به هیچ کس نباید رحم کرد، حتی به این کارمندای لعنتی، هر لحظه ممکنه زنگ خطر رو بزنم. پس میفرستمشون اون دنیا تا با خیال راحت پولای بانکو سرقت کنیم. بذار آژیر خطرم برای اطمینان خراب کنم. خوبه دیگه فرانکلین، بیا دنبالم، باید بریم طبقه پلیس سراغ باغ صندوق بانک.
ترور رمزشو چجوری میخوای باز کنی؟ کد امنیتی داره. ای کاش لسته رو با خودمون آورده بودیم. لسته رو نمیخواد، الان نقا بهش شلیک میکنم تا باز بشه. قبلا یه بار دیگه این کارو کردم، الان اتصالی میکنه و درو باز میکنه. ترور باز شد. دیدی گفتم قبلا امتحان کردم. بیا تو سریعتر فرانکلین که کلی پول داره انتظار ما رو میکشه. باید تا قبل از اینکه پلیس بیان همه پولا رو برداریم و فرار کنیم. اوه حاجی برگام، ترور چقدر پول تو بانکه. آره مثل که موقعی خوبی بانکو سرقت کردی، کلی پول داخلشه. ببین فرانکلین پولا خیلی زیاده، من این پولا رو میبرم بالا، بقیه‌شم تو بیار. خب بچه‌ها نصف پولا رو با ترور کمک کردم و بردیم بالا، فقط همینقدر مونده که اینا رو هم باید منتظر باشم تا ترور بیاد با هم دیگه ببریم بالا چون خیلی سنگینه. بچه‌ها شما هم شنیدید یه صدایی اومد، این ترور هم پیداش نشد، نکنه این موقع بالا یه اتفاقی افتاده براش. این در چرا بسته شده؟ ترور صدا میشنوی؟ این در لعنتی چرا بسته شده؟ خیلی محکمه، اسلحه روش اثر نداره، ولی خب اشکال نداره، الان با استیکی بمب بازش میکنم. بچه‌ها خوب شد اینا رو از اسلحه فروشی خریدم، الان یه چند تایی میچسبونم به در و بعد منفجرشون میکنم. خب اینم از این، همین سه تا کافیه. برم عقب و منفجرش کنم. ترور اگه پشت دری برو که آسیب نبینی. اوه حاجی انگار نه انگار هیچ تأثیری روش نذاشت. ترور صدا میشنوی؟ بذار با یه اسلحه دیگه امتحان کنم، خیلی محکمه، با یه نوع فولاد مخصوص ساخته شده. نه مثل اینکه این اسلحه روش اثر نداره. فرانکلین پس کجایی؟ سر کله پلیسا پیدا شد، 4 ستاره شدیم. این در چرا بسته شده؟ فرانکلین صدا میشنوی؟ آره ترور صداتو میشنوم، این درو باز کن من بیام بیرون. باشه فرانکلین الان یه جوری بازش میکنم. فرانکلین یه خبر بد، مثل اینکه دستگاه رمز اتصالی کرده و درو بسته. ترور یه کاری کن دوباره بشلی کن تو باز بشه. دارم همین کارو میکنم ولی مثل اینکه اثری نداره، کلا اتصالی کرده. ترور منو یه جوری از اینجا نجات بده. الان به در شلیک میکنم تا در باز بشه. نه اسلحه فایده نداره ترور، این در ضد گلوله. خب چیکار کنم فرانکلین؟ کار دیگه از دستم بر نمیاد، نکنه فکر کردی من هکرم. وای لعنت به ترور با این نقشه سرقتت. ببین ترور دیگه خیلی دیره، تو پولا رو بردار و فرار کن. من بعدا میام سهممو ازت میگیرم، البته بعد از اینکه از زندان اومدم، چون پلیسا حتما دستگیرم میکنن. آخه اینجوری که من میشم رفیق نیمه‌راه. تو هیچ کاری نمیتونی برام بکنی ترور، فقط فرار کن. خودم دارم بهت میگم برو. باشه فرانکلین من رفتم، فعلا خداحافظ. پلیس داره صحبت میکنه، حرکت اضافه نکن، ما میخوام درو باز کنیم. بچه‌ها به رئیس بانک بگید درو باز کنه و به محض اینکه در باز شد سارقو دستگیر کنید. چشم قربان. One weekend of pampering later. بچه‌ها الکی افتادیم زندان و 1 سالم برامون حبس بریدند و اینجا باید آبخنک بخوریم. به خاطر این ترور احمق. بهش گفتم لسته رو با خودمون بیاریم که رمز گاف صندوقو باز کنیم، ولی اون بهش شلیک کرد و بعدش هم که دیدی در روی من بسته شد و گیر افتادم. هی تو جرمت چی افتادی زندان؟ حاجی بهش بگیم در بانکشون بسته شده با اون میخنده. ببین من جرمم قتله، یه 7-8 نفری رو کشتم. چی؟ 7-8 نفر؟ جدی میگی؟ آره حواست باشه نفر بعدی تو نباشی. اولم برف میزنی؟ نه به قیافت نمیخوره، همه از این دروغا اولش میگن ولی بعدش معلوم میشه آفتاب دزدن. آفتاب دزد پدرت بی تربیت. حاجی خیلی بد شد، فهمید خالی بستیم. بریم بچه‌ها یکم اینجا بگردیم ببینیم کی به کیه، چی به چیه، زندان دست کیه. شهر عجیبیه. این ترور هم نیومد یه سر به ما بزنه، الان پولا رو برداشته و داره عشق و حال میکنه. دیگه فکر کنم تا وقتی من از زندان بیام بیرون همه پولا رو خرج کرده باشه. بچه‌ها اینجا رو نگاه کنید، یه زندانی زن اینجاست. من تا حالا این چند باری که اومدم زندانی زن ندیده بودم. نمیدونم جرمش چی بوده که آوردنش اینجا. بی خیال، به ما چه ربطی داره؟ ولی خب یه لحظه صبر کن ببینم. باید ازش بپرسم جرمش چی بوده. دیگه داشت حسام فوزولیش هم گل کرده. سلام خانم، ببخشید یه سوالی ازتون داشتم. بله آقا بفرمایید. حتما میخواین بپرسید که جرمت چی بوده اومدی زندان؟ آره دقیقاً. از کجا فهمیدید؟ چون هر کی بهم میرسه همین سوال ازم میپرسه. حالا شما برای چی افتادید زندان؟ من قاتل بودم، یه چند نفر رو کشتم، قتل زنجیره‌ای. اوه اصلا بهتون نمیخوره. منم به جرم سرقت از بانک اینجا. شما بانک سرقت کردید مثل من؟ شما مگه نگفتید قاتل هستید؟ نه بابا الکی گفتم. منم داشتم بانک سرقت میکردم که در گاف صندوق روم بسته شد. ببین من نمیتونم صبر کنم تا زمان حبسم تموم بشه، باید خیلی زودتر برم بیرون. چرا؟ خب مگه بیرون چه خبره؟
به خاطر اینکه دارن از روی شخصیت من یه بازی به اسم GTA IV یا همون GTA 6 میسازن و اگه من دیر برم بیرون اون شخصیت رو میدم به یه نفر دیگه، چون من یکی از شخصیت‌های اصلی بازیم. چی؟ GTA 6؟ نکنه تو همون لوسیای معروف هستی؟ آره دقیقا اسمم لوسیاست. تو از کجا میدونی؟ بابا همه دنیا میدونن دیگه، تریلرش همه جا پخش شده. ببین اگه بتونی یه کاری بکنی که من از اینجا فرار بکنم 10 میلیون دلار بهت پاداش میدم. چی؟ 10 میلیون دلار؟ جدی میگی؟ آره 10 میلیون دلار بهت میدم اگه بتونم از اینجا برم بیرون. ببین من یه فکری دارم که میتونیم هر دومون از اینجا فرار کنیم. خب یه موقع کسی نیاد. بچه‌ها نقشم اینه که یه تونل از اینجا به بیرون زندان بزنم و اینجوری میتونیم هم من هم لوسیا از زندان فرار کنیم و تازه 10 میلیون دلار هم پول گیرم میاد. دیگه چی از این بهتر؟ دقیقاً بچه‌ها میخوام یه تونل بزنم به اون روبرو که بتونیم از زندان فرار کنیم. 2000 years later. خب لوسیا همه چیز آماده است. الان 1 ماه میشه که دارم این تونل رو میکنم و دیگه فردا شب میتونیم با هم دیگه فرار کنیم. خیلی خوبه فرانکلین، خبر خیلی خوبیه. راستی اون 10 میلیون دلارم که بهت گفته بودم به حسابت واریز کردم امروز. خوبه ولی من که نمیتونم از اینجا حسابمو چک کنم، ولی خب حرفتو قبول دارم. پس قرار فرارمون هم شد برای فردا شب. شما میخواین از زندان فرار کنید؟ باید منم همراه خودتون ببرید وگرنه لوتون میدم. چی داری میگی تو؟ فرار چیه؟ خودم با همین دوتا گوشام شنیدم. میخواین فرار کنید؟ نه بابا ما راجع به یه بازی داریم صحبت میکنیم، اسمش بازی فراره. حالا بیا اینجا ببینم، مثل اینکه یکم کتک عوض کردی. فرانکلین مگه نگفتی فردا شب فرار میکنیم؟ پس الان چرا داریم میریم؟ ببین لوسیا برنامه عوض شد، بس اینکه خبر فرارمون پخش شده و یکم بهمون شک کردن. به خاطر همین امشب فرار میکنیم. آماده ای؟ آره باشه هر چی تو بگی. خوبه پس بیا کمک کن این جعبه رو بکشیم کنار، چون تونلی که کندم دقیقاً زیر این جعبه است. فرانکلین اینجا خیلی تاریکه، من حتی جلوی پامم نمیبینم. یه چراغ قوه چیزی نبود همراه خودت بیاری؟ نه بابا چراغ قوه کجا بوده؟ همین بیری هم که باشه این تونل رو کندم به 1000 مکافات بده کردم. چقدر اینجا بزرگه فرانکلین، چجوری این همه کندی؟ خیلی سخت بود، هر روز میومدم اینجا رو میکندم، 1 ماه هم درگیرش بودم. خب فرانکلین چقدر دیگه باید بریم تا برسیم بیرون؟ ببین یکم دیگه که بریم جلو میخوریم به یه راه فاضلا و بعد از اونم که از اونجا رد شدیم میخوریم به یه ایستگاه تصفیه آب که از اونجا خیلی راحت میتونیم بریم بیرون و دیگه بعد از اونم هر کی میره سراغ زندگی خودش. 2000 years later. پس چی شد فرانکلین؟ من خسته شدم نرسیدیم؟ چرا دیگه رسیدیم، همینجاست، باید از همینجا بریم بالا. ببین ارتفاع اینجا خیلی زیاده، من اول کمک میکنم تو برو بیرون، بعدش هم خودم میام بیرون. باشه فکر خوبیه. بچه‌ها بالاخره تونستیم از تونل بیام بیرون، ولی من نمیدونم این لوسیا کجا رفت. اول اون از تونل اومد بیرون ولی بعد از اینکه من اومدم بالا دیگه ندیدمش. یکم نگرانش شدم چون یه دفعه غیب ایستاد، ولی خب بی خیال باید سریعتر برگردیم خونه، چون پلیسا دیگه تا الان فهمیدن که فرار کردیم و دیگه الان دنبالمون هستن. منم باید سریعتر برم یه جای امن. بچه‌ها از اونجایی که خونه لستر به اینجا نزدیک بود تصمیم گرفتم بیام خونه لستر، چون الان ماشین که ندارم، از اون طرفم با این لباس حرکت کردن توی شهر خیلی خطر داره و هر لحظه ممکنه پلیسا دستگیرمون کنن. امشب خونه لستر میمونم و فردا میرم خونه خودم. خب پس این تا فرانکلین، پس شخصیت GTA 6 هم از نزدیک دیدی؟ آره لستر، اسمش لوسیا بود، تازه 10 میلیون دلار هم بابت فرار کردن بهم پول داد. راستی فرانکلین من الان حسابتو چک کردم، خالی بوده. چی؟ مگه میشه؟ حتما اشتباه میکنی. نه بابا مطمئنم، همین الان چک کردم خالی بود. مگه میشه؟ خودش گفت پول زدم به حسابت. حتما بهت دروغ گفته فرانکلین. تازه به نظر من نباید بهش کمک میکردی، چون اینجوری خیلی برات بد میشه. چرا لستر؟ چه ربطی به من داره؟ خب مگه نمیگه اون شخصیت GTA بعدیه؟ حالا که اونا نجات دادی میره GTA 6 رو میسازه و شما هم که توی نسخه قدیمی GTA هستید کم کم فراموش میشید و از بین میرید. راست میگی لستر. خب بچه‌ها نمونده از ویدیوی امروز، امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک ویدیو رو فراموش نکنید و اگه دوست دارید بازم در مورد GTA 6 براتون ویدیو بسازم حتما داخل کامنت ها بنویسید GTA IV یا GTA 6. دوستتون دارم خیلی زیاد. ویدیوی بعدی میبینمتون.